با سلام به ویدیوهای معرفی نسخه جدید برنامه جیوس پروکسی خوش اومدید. اگه ویدیو اولمون رو ندیدین باید خیلی خلاصه بگم که این یه اسکریپت ساده برای وصل شدن به اینترنت و بین الملل توی شرایط فعلیه که پیشنهاد میکنم حتما برید و کامل ویدیوی اول که لینکش رو این بالا براتون میذارم و ببینید که با نحوه کار کردن برنامه آشنا بشید. یه تشکر ویژه هم میخوام بکنم از همه عزیزانی که کامنت گذاشتن و اظهار لطف کردن. من و فرزاد همشون رو خوندیم و با تک تکشون عشق کردیم و انرژی گرفتیم. دمتون گرم. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم، بریم سراغ معرفی نسخه جدید. خب مهمترین چیزی که به برنامه اضافه شدن اسنای جدیده که خیلی خیلی سرعت کیفیت و سرعت اتصالتون رو بهتر میکنه که شما کاری هم لازم نیست بابتش انجام بدید. اعمال شده توی برنامه و هستش. نکته بعدی که خیلی از کاربرا درخواست کرده بودن اضافه شدن امکانی بود که بتونن چک کنن ببینن آیا دیپلویمنت آیدیشون به اون سقف مجاز روزانه رسیده یا نه، که ما اینو قرار دادیم. کافیه دیپلویمنت آیدیتون رو توی همین قسمت اولین جا برای دیپلویمنت آیدی قرار بدین و روی این دکمه تست دیپلویمنت آیدیز کلیک بکنید. اگه مقداری که بهتون برگردونه بزنه معتبر، خب یعنی اوکیه. اگه بزنه شما بیش از اندازه استفاده کردین، خب چاره ای نیست و شما یا باید برین با یه حساب گوگل جدید. تاکید میکنم چون که خیلی از کاربرا گفته بودن که بعد از چند ساعت قطع شدن و دلیل قطع شدنشون در واقع همین تموم شدن، در واقع رسیدن به سقف مجاز روزانهشون بود. اما خب فکر میکردن که با ساختن یه پروژه جدید میشه این محدودیت رو دور زد، در حالی که محدودیت در واقع میره روی حساب گوگل شما میشینه، نه روی پروژه. و طبعا با ساختن یه پروژه جدید محدودیت رو نمیشه دورش زد. تنها راهش اینه که یا یه حساب جدید بسازین یا با یه حساب دیگه گوگلتون برین و یه دیپلویمنت آیدی بگیرین، یا اینکه چند ساعت صبر کنید و تا ریست بشه محدودیت و دوباره بتونید استفاده کنید. خب سومین نکته اضافه شدن بخش تنظیماته که یه سری تنظیمات ساده رو اینجا براتون گذاشتیم، مثل عوض کردن تم برنامه یا اینکه انتخاب بکنید آیا برنامه در واقع هر موقع کامپیوتر روشن شد، لپتاپتون روشن شد، بالا بیاد یا نه. اینا رو هم اینجا قرار دادیم که حالا خیلی چیز مهم مقابل توضیحی نداره. یه چیزی هم که در واقع خود من حس کردم که باید اضافه بشه به برنامه، این موضوع بود که برنامه دائما اینجا توی تسک بار اگه بخواد باز باشه زیاد چیز خوشایندی واسه کاربر نیست. پس اضافه کردم که این بره توی قسمت برنامه‌های در حال اجرا باشه. شما دیگه میتونید وقتی پروکسی رو روشن کردین با خیال راحت برنامه رو کلاً ببندین. برنامه میره توی قسمت برنامه‌های در حال اجرا و اینجا باز میمونه و اینجا اگه روی آیکونش در واقع راست کلیک بکنید 4 تا گزینه دارین که میتونید برنامه رو کامل ببندین یا دوباره بیارین بالا، یا پروکسی رو روشن و خاموش کنید، سیستم پروکسی رو قطع و وصل بکنید. از همینجا هم کلا برنامه بسته میتونه بشه. این هشدار هم چیز مهمی نیست، اصلا میتونید نادیدش بگیرید، اهمیت خاصی نداره. یه چیزی که خیلی درخواست میکردیم و خیلی هم درخواست به جایی بود این بود که دوست داشتین از گوگل کروم شخصی خودتون استفاده بکنید، نه یه پروفایل موقت. چون چیزی که این دکمه یه لانچ کروم بیت پروکسی بهتون میداد در واقع یه پروفایل موقت گوگل کروم بود که شما خب اطلاعات شخصیتون رو اونجا نداشتین. برای اینکه بتونید از پروفایل خودتون توی گوگل کروم استفاده بکنید نیاز به یه اکستنشن دارین که اسمش زیرو اومگاست که توی نسخه جدید فکر میکنم شده پراکسی سویچ اومگا. خب من فایلش رو براتون توی
کانال تلگرام بارگذاری میکنم، میتونید دانلود کنید و به این صورت درگش بکنید توی گوگل کروم و نصب میشه. البته شما میتونید از کروم وب استور هم دانلودش بکنید، فرقی نمیکنه. اما اگه از تلگرام دانلودش کردین باید اول برید به قسمت اکستنشن ها، منیج اکستنشن رو انتخاب بکنید. برید بیارم پایین که قشنگ مشخص باشه. خب از اینجا میریم قسمت منیج اکستنشن، بعد فایل رو در واقع انتخاب میکنیم. اینجاست کرومیوم ریلیس دات زیپ اسمش، میبریم اینجا درگ میکنیم. خب فورا نصب میشه. اینجا چند تا نکست میزنیم. خب الان یه پروفایل جدید میخواد واسمون ایجاد بکنه که ما رینیم رو میزنیم، اسمش رو مثلا میذاریم هر چیزی که بخوایم، مثلا من میذارم سعید. خب رینیم انجام میشه. اینجا دوباره سعید رو کلیک میکنم، پروتکل رو اینجا انتخاب میکنم ساکس 5. این آدرس رو پاک میکنیم، به جاش میزنیم 127 نقطه 0 نقطه 0 نقطه 1. پورتم روی 1080 میذاریم. خب بعد اپلای رو میزنیم. از اینجا دوباره میریم پروکسی سویچی اومگا رو انتخاب میکنیم. کافیه روی سعید بزن. تمامه. حالا اگه پروکسیمون روشن باشه که من الان روشنش میکنم، پروکسی enable system پروکسی تمام. خب اگه بریم توی یوتیوب و ریفرش بکنیم، بله بالا میاد. وقتی هم که کارتون تموم شد میتونید پروکسی رو خاموشش بکنید و بعد دوباره به قسمت منیج اکستنشن بریم، پروکسی سویچ اومگا بذارین، برگردونید روی حالت سیستم پروکسی. خب یه مورد دیگه که یه سری از عزیزان داشتن، یه اختلالی بود توی تنظیمات نتورک ویندوزشون که این باعث میشد که نتونن متصل بشن به پروکسی. حالا این اختلال به سادگی قابل حل. کافیه برین به قسمت استارت، سرچ کنید CMD، روی کامند پرامپت راست کلیک، ران از ادمنستریتور تایید میکنید و وقتی CMD باز شد اینجا فقط کاری که باید بکنید اینه که بزنید net stop winnet و اینتر. میزنه the Windows Net Driver Service was stopped successfully. بعد استارتش میکنید دوباره همین نت، این سری استارت وین نت. تموم شد و مشکلتون حل میشه. خب اینم از ویدئوی معرفی نسخه جدید برنامه و رفع اشکال کاربرا. امیدوارم واسهتون مفید بوده باشه. فقط خواهشی که ازتون دارم اینه که لایک و سابسکرایب چنل ما رو فراموش نکنید. و یه نکته‌ای، به خاطر VPN هایی که در حال حاضر همه مجبوریم ازشون استفاده بکنیم، خیلی وقتا یوتیوب لایک و سابسکرایب چنل رو میپرونه. یعنی اینکه شما ممکنه اول ویدیو وسط ویدیو لایک کرده باشین یا سابسکرایب کرده باشین، اما خب تا آخر ویدیو اون پریده. لطفا آخر ویدیو دقت بکنید که حتما سابسکرایبتون سر جاشون باشه. ارادت تا ویدیو بعد. خدا نگهدار.